چرا ما باید از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنیم؟ سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز. به پیج شاهینشهر تیوی خوش اومدید. چرا ما باید از فلسطین حمایت کنیم؟ چند تا دلیل داره. یک، اگر به بحث تاریخی بخوایم مراجعه کنیم، ما ایرانی‌ها از هزاران سال پیش طرفدار مظلوم بودیم. مثلا کوروش هخامنشی بابلی‌ها رو شکست داد و ملت مظلوم فلسطین رو که در اسارت بابلیان بودن نجات داد در دوره خودش. زمانی که والریانوس حمله میکنه که مسیحیت رو به صورت کامل قلع و قمع کنه، شاپور ایرانی وسط راه بهش میرسه و شکستش میده و اونو به اسارت میگیره و اینجوری مسیحیت هم نجات پیدا میکنه. ما این وظیفه رو برای اسلام هم به عهده داریم. شک نکنید طبق روایت ها ما این وظیفه رو به عهده داریم. اگر بخوایم از نظر انسانی به قضیه نگاه بکنیم، خب ما ایرانی‌ها دفاع از مظلوم توی خونمونه، جزء ژنتیکمونه، ما خودمون رو اینجوری تعریف میکنیم. حالا البته بگذریم از یه سری اپوزیسیون بیشرف که شدیداً هم پول پرستن، از بس پول صهیونی و پول سعودی و یانکی خوردن دیگه کلاً چشماشون کور و دلشون سنگ شده و کنار ظالم خودشونو تعریف میکنن. ولی جامعه ایرانی همیشه خودش رو کنار مظلوم و مدافع مظلوم در نظر گرفته. اگر بخوایم از نظر مذهبی در نظر بگیریم، رسول خدا صلوات الله علیه آب پاکی رو دست هممون ریخته. گفته اگر مظلومی باشه، حتی مسلمون نباشه، و از شما کمک بخواد و کمکش نکنید، از من نیستید، یعنی مسلمون نیستید. حالا مردم مظلوم فلسطین مسلمون که هستن، از ما هم کمک میخوان. اگر کسی بگه غزه به من چه، فلسطین به من چه، اصلا مسلمون بودنش زیر سواله. اگه نگه مسلمون نیست که احتمالاً هم همینه، مسلمون بودنش زیر سواله. حالا بگذریم از اون زیبا کلامی که میاد توییت میزنه ما برای چی باید از فلسطین حمایت کنیم، شما چرا از غزه حمایت میکنی، شما چرا از حماس حمایت میکنی. آقای زیبا کلام، شما برو از بچه کشا و زن کشا حمایت کن. برو. دوستان عزیز، یالی.